اگه همین الان از 10 کارفرمای سابقت بپرسن فلانی توی کلمه چطور معماریه، فکر میکنی چه پاسخی میدن؟ اصلا جواب همشون یکیه. اگه جوابی براش نداری یا اگه پاسخات پراکنده است، یعنی شما هنوز جایگاه مشخصی توی ذهن مخاطب نداری. جایگاه سازی یا پوزیشنینگ یعنی شما به صورت آگاهانه یه بخش مشخصی از ذهن مخاطب رو برای خودت اجاره میکنی. اجازه بدین یه مثال ملموس بزنم. فکر کن سردرد داری، میری پیش پزشک عمومی یا متخصص مغز و اعصاب. اگه مشکل قلبی داشته باشه چی؟ قطعاً میری پیش متخصص قلب. چرا؟ چون متخصصه و بهش بیشتر اعتماد میکنی. تو معماری هم داستان همینه. حالت اول زمانی که تلاش میکنی معمار همه کاره باشی، در نهایت تبدیل میشی به معمار هیچ کس. ولی وقتی روی یه حوزه خاص، مثلا طراحی ویلاهای مینیمال یا بازسازی آپارتمان‌های کوچیک تمرکز میکنی، تبدیل میشی به انتخاب اول برای اون دسته از کارفرماها. این محدود کردن خودت نیست، این یعنی قدرتمند کردن خودت. پیدا کردن این جایگاه تخصصی یه فرمول ساده داره. من یه راهنمای 3 مرحله‌ای برات آماده کردم که کمکت میکنه حوزه تخصصی یا نیچ مارکت خودت رو پیدا کنی. اگه این راهنما رو میخوای کلمه متخصص رو کامنت کن.